سوال ما را جواب بده که 32 میلیون دلار که هر هفته امریکا براتون میده بر اساس اتهامات بی اساس، تمام جنایات داعش، ملت قضاوت میکنه، ملت قضاوت میکنه، ملت قضاوت میکنه. آخری گپ میزنم با شما اجازه بده. مولوی مفلر هم امرالله صالح طلوع کرده، مولوی صاحب عیاض نیازی هم امرالله صالح طلوع کرده، در مساجد که انفجار میتر علما را که این چیز میکنن فعلا شما یک گپ زدین و حلقات امرالله با من گفتین که من گردن تو را در دین دنیا بسته کرده که از آیات کلام الهی سوء استفاده میکنی، اتهامات بی اساس تو برچسب میزنی. من افغان هستم، من امرالله صالح را اصلا رابطه ندارم. برای تمام علمای اتهامات بی اساس برچسب. اجازه بدین دخالت نکنین. اجازه بدین من صدا را قطع میکنم. اگر اجازه ندین اجازه بدین قاری صاحب اجازه بدین اگر صحبت دخالت صورت بگیره من قطع میکنم. قاری صاحب جنبندی صحبت شما. آخری گپ من اینمی است. بازم تکرارا میگویم ما مردم میگیم که مردم پنشیر باز در بیانیه اکثر مردم پنشیر چی؟ تو یک آدم فاشیست متعصب تو با مردم پنشیر چه غرض است؟ تو یک دلاک آدم هستی، تو با مردم پنشیر اجازه بدین که صحبتاشون تمام شد. از پنشیری من دفاع کردیم. پنشیری با عزت است، مجاهد است، آرام است. جناب راسخ مایک تان آزاد کنین شما. من یک گپ میزنم. قاری صاحب من یک گپ میزنم. اجازه بدین یک چند لحظه توقف. با پنشیری چه غرض است؟ صحیح. چند لحظه توقف. آقای راسخ مایک تان آزاد کنین. زرابی صاحب ما وقتی که حمید وقتی که ما حمید خراسانی ولکه مذهبی و منافقت ای را دیدم، هیچ وقت نگوین که تمام مردم پنشیر مجاهد است. هیچ وقت نگوین. در بین مردم پنشیر نموت انسانای منافق هستن. نه خواهش میکنم چیز نکنین، توهین نکنین. اجازه بدین آقای راسخ اجازه توهین نکنین لطفاً. آقای راسخ وارد شد. اجازه بدین وقتی که تیارای پاکستانی پنشیر حمله میکرد، وقتی که تیارای پاکستانی ببینید کل دفعه خود ازت ما چپ بودم. راسخ صاحب اجازه بدین. اینا کل دفعه خود ازت ما چپ بودم. ما باید بزنم. اینا چرا دیدم تو طرف مایکشان بند کنین. نوبت از مستا جناب زرابی صاحب شما اینجا میزبان هستید. ببینین ما براتون میگم مرا غرض از خاکم است، سرزمینم است، وطنم است، دینم است، اسلامم است، غیرتم است. تو طیاره های پاکستانی آمد بالای پنشیر بمبار کرد، غیرت از این تو در پنشیر با جسد شهدا اجازه تدفین داده نمیشد، غیرت از این طور نخورد. غلام نمیگه، غلامی نموت دیننگ میباشه، غلامی نموت غیرت میباشه، غلامی نمی رقم میباشه. اجازه بدین قاری صاحب شما اجازه بدین. آقای زرابی بسیار عجب. همین قاری صاحب زنتلا قسم بخوره که پنشیر در امارات بمبار شد. بگو زنتلا قسم. این منافق آیا وقتی که حمید آمد اجازه بدین و در سرینا شیشته بود شما اجازه بدین مسئله قطع میکنم. آقای خراسانی من از شما یک سوال میپرسم. شما در طول حضورتان در پنشیر شاهد بمباران طیارهای نظامی بودید یا خیر؟ ما جواب میدم. اجازه بدین آقای خراسانی. خدا شاهد حق است که از قبل از فتح الا اکنون تابال یک جای بمبار نشده. طیارهای هلیکوپتر میآید، مجاهدین هم مثلا در طیارهای جت ندیدین؟ طیارهای جت به هیچ وجه نه بمبار کردن. به همون قسمی که به قاری صاحب دادید قسم بخور. بالله العظیم طلاق سه قسم باشم اگر که تابال بمبار شده باشه. اینا خوارج هستند. اجازه بده آقای راسخ. قاری صاحب اجازه بده. آقای راسخ وارد شین شما. بگو که بس نه یک دقیقه نپرسم. من میپرسم اجازه بدید. جناب زرابی صاحب در کجای اسلام آمده که یک کس حکومت طالب را قبول نمیکنه سر از 12 سو اینمی گپا مجرمان انصاریان میگه که گم شد. اینمی گپا قرآن میزد. اینمی گپا در کجای قرآن آمده؟ در کجای حدیث آمده؟ شما خوارج هستید، شما منافق هستید، شما از دین اسلام دور هستید. اجازه بدید دخالت نکنین دوستان. ما گفتیم کسی که حکومت اسلامی را قبول داره مسلمان است باید قانون شریعت تطبیق کنه. کسی که بغاوت میکنه سلام میاره بر اون سر کوچه. در غیر از اگر مشرک هم است، اگر کافر هم است، غیر حربی است، قانون الهی است، قانون اسلام. جناب خراسانی همین فتوای بغاوتگر کی داده؟ فتوای چی را؟ بغاوتگر. این نص کلام الهی است. کی داده؟ فتوایش کی داده؟ قرآن. خب میدونم شما در این امارت شما فتوا را کی داده؟
زرابی صاحب اجازه بده که ما ببینید زرابی صاحب یک دقیقه اجازه بدین آقای خراسانی این خودش غلام بچه است. این غلام بچه شده. اجازه بدین آقای قاری صاحب شما اجازه بدین قاری صاحب لطفاً این خودش هم غلام پاکستان. لطفاً اجازه بدین امیر سرگپ شباز شریف یک تفسیر بکنه. سرگپ شباز شریف یک تفسیر بکنه. شباز شریف تو بادار تو شباز شریف بادار من امیر یک گپ بزنه در برابر کوچیا یک چیز بگو. همون کوچی را که با پنشیر نمیماند امروز یک گپ بزنه در برابر آقای حسینی شما صحبت کنین اجازه بدین دوستان ما بیا غلام پاکستان است. غلام انگلیس است. غلام چه انگلیس است. غلام قاری صاحب لطفاً برنامه شرم منافق کثیف تو را چهره تا اونمو ظاهر دایی گفته که تو یک مفعول بودی و کل معنا تو را گوش کنه اجازه بدین بفرمایید جناب آقای حسینی بفرمایید قاری صاحب چند چیز می‌خوایم وضاحت بدیم برای آقای خراسانی. اولا که ما را به پنشیر ارتباطه. پنشیر خاک ما است، سرزمین ما هست، برادرای ما هست. مردم پنشیر زن از او بر ما خواهر است، دختر از او بر ما دختر است. آقای حسینی ما خودم از پای نیستیم که ما اجازه بده برادر ما. تو بود دیگه ما اون تفنگ پیش ما تفنگ نداره. ما به منظور مشاهد تفنگش میباشه. برادر ما اجازه بدین. ما وقتی که بر ما پنشیر و فرا و قندار و جلال آباد و خوست اینا نداره. یک کسی که در حضور قرآن شریف شیشته یک وجب یک بلست پیش دور نیم. او اگه خلاف میگه قرآن شریف رو میزنه. اگر نزنه اولو داره میزنه. بناهن ما دل ما بر تمام ملت افغانستان ما میسوزه، بر خودت هم میسوزه، دل تو بر ما میسوزه. ما نمیخوایم که ما بین خوی تنشار داشته باشیم. ما وجدانا میمانند اگر تو درس به پاکستان میخواندی ما برات برادر نمیگفت آقای خراسانی برادر من. حالا برات آقای خراسانی هم میگفت برادر ما هستی. تو رو دوستم دارم و در آینده من گیر کردی بکش ولی من اگه تو رو گیر کردم در آغوش رو میگیرم تو رو میبوسم. امیرریش تو رو میفیلن امیرریش تو مبارک تو رو من دوست دارم. ولی اگه تو میگه با پنشیری کار نداری ما داریم. ما وقتی با سرپنشیری خودت میفهمی ما برات گفتم ما باورمند بزی هستم که آیه قرآن شریف هم میفهمین. آدمی مولای بطلان تو بیشتر میفهمی؟ آدمی مولا برادر تا دین روز خراسانی بود. تا دین روز اجازه بدین قاری صاحب دخالت نکنید لطفا. اجازه بدین. از اینا تو بیشتر میفهمی. اینا رو ما میشناسیم. من یک کارمند استخباراتی در رابطه با اینا معلومات دارم. شماره پای مولا برادر 41 است. این دفعه که مولا برادر دید بگو مولا برادر این پای نمبر چنده. ما امی مولا برادر امی 7.5 متر لباس با پتو بر خود میگرفت تا پاکستان. آل پتو خود دیگه رنگ میگیره، لباسای دیگه رنگ. ما متراژ لباسای اینا رو میفهمیم. ما سر اینا سالیان سال کار کردیم. ما میفهمیم اینا به چی ایدئولوژی است. ما میفهمیم که اینا باورمند به افغانستان و فرا و پنشیر دیگه نداره. شما ببینید امی پیامبر خداوند حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وقتی که با امی کسایی که کفار عربی بود، امی کفار عربی رو دستگیر میکرد. وقتی که تسلیم میشد دستگیر میکرد او را نگاه میداشت. میگو از آموخته ها و داشته های زیاد شما بیاموزید. در صورتی که نداره شما میتونید اینا کرامت بگیرید. در صورتی که کرامت نداره از داشته های اینا شما کوشش کنید که برای بچهای مسلمان و مسلمان‌ها اینا رو بیاموزید. بعد از او برش میگفت که دین اسلام برش میگفت که دین اسلام آیین اسلام بر محبت است، بر انسانیت است، بر شرافت است. یعنی این دین ما هست. در صورتی که به دین ما گرویده میشه خب در صورتی که نمیشد میگفت نان بدی، لباس بدی برش، بوت برش بدی که در این مسیر را تا مردی او رو برسان به مردی او رو یلا بره داخل خاک کنه. آیا از دید شما امی که 50 نفر طالب سر 20 نفر برادران ما اینو بغاوتگر میگین، شما هر چیز میگین بس بدون محکمه این سرم سنگ استاد مینا امی 50 نفر یک دفعه سر دینا ضربه میکنن به کجای اسلام؟ گوش کنه آقای خراسانی، گوش کن آقای خراسانی محمدیار آقای خراسانی گوش یک دقیقه اجازه بده گپ خلاص است. خانم محمد هر روز بیم یک میزد، هر روز آوان میزد، هر روز برادر چندین نفر مجاهدین یا به شهادت رسانده بود. وقتی که گیرشان آمدن بجای از اینکه از ابو اعمال ناشایسته خود اینها تو برنامه کشن هنوز هم ماز مجاهدین چون یک اصرار به این می‌ورزه که این بار برادر هیچ طور بکنه تو مجاهدین مجبور شدن که اونها را یک درس عبرت برشان بدن. در غیر از اون به کجای کتاب خدا آماده که سرایی محکمه کنه؟ شما چرا بدون پرسان سوال تیرباران می‌کردن؟ مجاهدین هیرامنده‌ای هم بدون شک چنین بوده. یکی از آیات کلام الله مجید است که فاذا لقیتم الذین کفروا فضربوا الرقاب حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق. ولی شما ببینید که ما به هیچ وجه از حدود الهی آیات قرآن عظیم کافر را میگه کافر فاذا لقیتم الذین کفروا قاری منافق فاسق کافر کسی است هر کسی که من یتولهم منکم فانهم منهم هر کسی که بگه که من نظام دموکراسی شما هستین امرای کافرها شما امرای کافرها هستین منافق
اینمو میگه که ما به خاطر دموکراسی جان مکین چی میگه؟ هیلاری کلینتون چی میگه؟ مشرف چی میگه؟ او خب به خاطر بفرمایید آقای راسخ شما وارد شوید. خب